سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت یک شما عزیزای دل. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان بخیر و خوب ان شاء الله که سپری شوم. دوستا شما را به یکی از برنامه‌های کاملا متفاوت خوش آمدید میگم. امیدوارم که تا آخرین دقایق برنامه همراهیم داشته باشین با نگاه‌های گرم و مهربانتان و همچنان حمایت‌های هر یک شما عزیزای دل را می‌خوایم داشته باشیم. هموطنان عزیز، امروز قرار است روی یک موضوع کاملا داغ و مهم که این روزا در شبکه‌های اجتماعی و همچنان رسانه‌ها دست به دست شده صحبت داشته باشم. روی ویروس هانتا یا هانتا ویروس. بریم به طرف تصاویر و همچنان من صحبت‌های خودم می داشته باشم. ویروس هانتا یا هانتا ویروس یک ویروس نادر اما خطرناک است که بیشتر توسط موش‌ها و جوندگان انتقال پیدا می‌کند. این ویروس معمولاً از طریق ادرار، بساق یا فضولات موش آلوده به انسان منتقل می‌شود. وقتی گرد و خاک آلوده وارد هوا شود و همچنان انسان آن را تنفس کند، امکان مبتلا شدن وجود دارد. علائم ویروس هانتا که سازمان صحی جهانی گفته است که در اوایل شبیه زکام و یا هم انفلوانزا است که تب، درد عضلات، خستگی شدید، سردرد، درد دل یا تهوع که اگر این علائم شدید شوند ممکن است باعث تنگی نفس، مشکل شدید ریوی، کاهش اکسیژن، آسیب به قلب و گرده ها شود. این ویروس خطرناک است و باید هر چیز زودتر به دکتر مراجعه کنید. عزیزای دل، به خاطر وقایع از این ویروس باید از تماس با موش و همچنان فضولات آن جلوگیری شود. هنگام پاکاری مکان‌های خاک‌آلود یا قدیمی ماسک و دستکش استفاده کنید. دوستان، فضولات موش را خشک جارو نکنید. اول آن را با مواد ضد عفونی مرطوب کنید و همچنان غذاها را در جای بسته نگه دارید تا موش ها نزدیک نشود. سوال اکثر از هموطنان ما است که آیا این ویروس چقدر میتونه شیوعش بیشتر باشه و چقدر میتونه بین انسان ها شیوع پیدا کنه و یا هم گسترش پیدا کنه. البته گفته شده که اکثر نواهای هانتا از انسان به انسان دیگر انتقال پیدا نمیکنه، اما نوعی به نام اندیس ویروس در بعض موارد نادر انتقال محدود بین انسان ها را داشته است. این روزا هم چند خبر تازه درباره موارد نادر در یک کشتی تبلیغی هندیوز منتشر شده که سازمان صحی جهانی گفته است که خطر همه‌گیری گسترده فعلا پایین است. اما بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت گفته است که 30 نفر در پی شیوع مشکوک هانتا ویروس در این کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس جان خود را از دست داده‌اند و همچنان یک مورد ابتلا به طور قطعی تعیین شده و 5 مورد دیگر فعلا مشکوک است. البته دوستان براتون بگویم که هانتا ویروس بین انسان و حیوان مشترک است. از انسان میتونه به حیوانات سرایت کند و همچنان از حیوانات میتونه به انسان ها سرایت کند. که فعلا در ارژانتین و چیلی شایع شده این ویروس و همچنان شیوع این ویروس نسبت به کووید 19 و یا هم کرونا بگوییم ضعیف دارد. دوستان متوجه صحتتان باشین، متوجه حفظ صحتتان باشین تا از این ویروس در امان باشین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. شما تا برنامه بعدی به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدارتان و همچنان لایک، سابسکرایب، کامنت های مقبول فراموشتان نشه.